هرگز به خودتون این اجازه رو ندید که هر کاری رو کنید و هرگز فکر نکنید که اینکه ما بگیم من همه چی رو تجربه کردم، من همه کار کردم، افتخاره. افتخار یعنی بگیم من خیلی کارا رو نکردم، خیلی جاها نگفتم و خیلی جاها محکم پای ارزش‌ها و چارچوبام وایسادم و این یعنی اصالت. آدم هر جایی اصیل نیست. آدمی که قول میده پاش وای میسته اصیله. آدمی که تعهد و مسئولیت پذیر رو بلده اصیله. آدمی که نگران دل کسی رو بشکنه اصیله. آدمی که قلب آدما رو، روح آدما رو براشون ارزش قائل اصیله. هرگز به خودتون این اجازه رو ندید که هر کاری رو کنید و هرگز فکر نکنید که اینکه ما بگیم من همه چی رو تجربه کردم، من